Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaroни qandu nabotun va sako havasakoy qandi bobosh zindavu sarbuland boshin. Xo'p, hozir yak навори карданем оиди бародар яке аз блогерои маъруфи тоҷик хоб ҳоҷи диловар сафаров. хоб яъне дирӯз буд як видео кард оиди закот. шумо бисёри бародаро тамошо карден. ماشین خطی میرود خیلی یک پیرمرد سوار میشه میگه 100 سوم من کار میکنم اما خواهد حاجت خونه چی کاری هست زلون مونده 100 سوم من کار میکنم و این برادر سال همو پول زکات چه میتیه خیلی نوار بدونیم تماشا کنه خیلی تاثیر بخش است. با من خواستم همچون بابا اینترسوات کردم که همه کامنتاریوی همه ҳоҷи диловарро бихонам ки дар наворҳои ин бародар ягонта нуқсон дида намешавад. ман аҳсан ба ин фарзанди бароманди тоҷик диловар ҳоҷи диловар сафарро мекунам. беҳтарин ман ҳарчо ҳаракат мекунам ҳаракат ранги навор карда албатта наметунам. қабул кунед шумо ман навор карда наметунам қадива вай дар ҷодаи баландтарин ай. خب این برادر با کامنتراش خوندم سرانو یافتین سرانو اما آدمایی که کامنتر می‌نویسن یافتین که در حق ما برادرم گپای قبیح گپ زنه. چی خیلی گپای قبیح گپ میزنن؟ کی گپای قبیح گپ میزنن؟ کی یگام قرقیز، یگام ازبک، یگام ارمنیین، یگام آذربایجان، یگام قزاق، یگام دیگر ملت پس میزنه کت میزنه کت نش میزنه ناخون میزنه یگون ملتی دیگه نه البته ملتی تاجیکی خودم فهمیدی ویدیو بابیگی تنم خیلی تاجیکی خودم خودمانو پس میزنه چقدر درد علامت میکنه تاجیکی خودمان دیگه ملت غیرت نمیکنه پس بزنه. چی افتن نقصان در ویدیو این برادر در ҳоҷи диловар چی نقصان رفتن در ویدیوش؟ گفتن که این رولика узбекорам و دیگه ملت‌هارم کردگی بدن. تو باید جوانی نامحترم باید یک نشته بزنی که چقوری کاجدم وری باید نشته بزنی ها. خیلی چی؟ دیگه ملت کرده خیلی چی؟ با ما اون ملت‌ها دا با ما زیادتر با بقوتر با نشان راستر میکنیم شونده میرسونیم که با تاچکا دستیت کده میزنیم. چی شما پس میزنیم؟ با خدا قسم تاجیک خودمان چو شما خیلی مردم چو تاجیک خودتون پس میزنیم؟ همه دلوار ҳоҷи диловар سفر رو چقدر نواره‌های خوب میکنه چقدر هر کس با او برابر شده نمیتونه. والله قسم میخورم هر کس با او برابر شده نمیتونه. اصلا وای من ندیدم دیدگی نیستم شناسیدگی نیستم خطی دیگه بلوگرها بسیارش خطی من شناسم سلام علیک کردگیم وای بسیار کار فعالیتش در خوجنده در جای من نمیبینم وای خطی وای صحبت کنم ان شاء الله صحبتون میشه اگر خدا خواسته باشه. برای چی کامنتر قبیح مینویسیم؟ برای چی؟ برای پیشروی همین برادر چی گپی خطا گفته؟ کوفتن این ویدیو رو یک ملتی دیگه کرده بود خیلی کرده بود هیچ گم نیوخی ما ایو بهتر خوبتر میکنیم ای با بدونین چی فایده میگیریم کامنتری نویسندگی شما هم خیلی ما در گپی قبیح گپ میزنی یا گپی قبیح گپ میزنی بابو نمیسرات تمام گپای قبیح گپ میزنی. اصلا ما پروای گپای شما ندارم خود باش خودتون گناه پر میکنین نام اعمال خودتون مینویسین. بگین چیزا میگین اگر مرا کامنتر قبیح یا که همو بابا ҳоҷи диловар ба шумо ответ битавай аслан ответ намета аслан хеле характер надора. ин мега мон гуфтиам ҳазорон корвон
نه که ما را میتونیم گپی قبه زده نمیتونیم همون گپای قبه شیره و شربت دار و کاغذ پیچ فکت و حجت و دلیر و مهر پیچت قطعی میزنم که دهاتم خیلی باز میمونه نه که ای الله پاک ای روزی رستاخیز ای روزی حساب و کتاب فهمیدی؟ ای او روز ترسیدن در کور یافتی هم همی گپا ده یکم نقصانی نیست نکنین همی گپاتون همی گپا قبیه گپ نزنین نسبتی هم دیگر دی یکم فایده نمیگیرین زلال میگیرین فایده نمیگیرین تو مرا حقارت و دشمن میکنی فایده من است فایده من فهمیدی؟ زلالی تو هسته خودتی رسانت میکنیم که اگر قضیه کمین تره نویسی دوری مرا گپا قبیه گپ نزنین هیچ که این شما هیچی نول صفر این شما او میگن که بیا نگم تو هم گپ من نمیگم شما را خیلی برادر استغفر الله بنویس سبحان الله بنویس اوخی اینه خوبه با تو فایده دارد دیگه اون کار فایده ندارد برای همین احسن بایی حاجی دلوار میکنم رولیکا خوب میکنه البته پیشکی کامنترات من باور برابر شده نمیتونم عقلی مرم با عقلی او برابر شده نمیتونم برای که من پیر شدم عقلم جین زده قاب زده پچالما شده برفته هیچ کو کرده دیگر میدونم همه خیلی گپ میزنم با همین عقلم کو نمیمونم بود که با همین سنجی تا کنجی دو پیشم باشی که ای سنجی تا کنجی گفتن نمیتونی که افسوس که رنگی یه بیل نگو یکم گپ قبیه تونم که منم رنگم شوم بشم چی دار کار گپ قبیه خب برادر اویدی دلوار سفر خیس سفر خانک حاجی دلوار درم حج هم بود نوروی خوب کرد خدا نگهبانش باشه خیلی من میخوام که اویدی با گفتن که اساسیت بلوگر رو دا جایزش ندادن حاجی دلوار جایزه ندادن فکری بابا تو میدونی او حاجی دلوار سفر رو خودش جایزه اینه باباش مگه اینه بابایی که این خیلی گپ زده اسم خود شما خودش جایزه یگان بلوگری توجیک بابای برابر شده نمیتونه ولی خودش یک جایزه ده چی جایزه میتی جایزه او رو بدونم اگر آینده ده جایزه سپاری سالی 2024 تا بابا یک همتا زنده باشه کو میگم همون نامیناسیه چی همون هیکلچاکه چی همون رو همون در همون تورش همون صورتی همون کیرا دلوار صفحه دلواره صورت بزنین خیلی دمچش کنین تریش کنین خیلی چیکار میگن خیلی رنگ جایزه نیست خیلی جایزه نیست صورت همون کی باشه حاجی دلوار باشه انا میره بریم بتین اوید نوجده سر نداره وای فقط مردمی توجیکی سربلندی ما کو این همی لایک چک بزن که همون 1 میلیون پاتیس جمع کنه ای بخیل نشین با خدا دادگان ستیزه مکن که آنها رو خدا داده است بزنین لایک چک در بابا حاجی دلوار یکم کمبودی نقصان نداره فهمیدی برای چی جایزه نداره خیلی مختصرا گپ زدم ویدیوی بابگی کردم فهمیدی زنده و سربلند باشین شما با امر خدا صحبت ها باقیه با نوارهای خوب میکنم اصفت که نوار کنیم در باره بلوگر همه بلوگر انشاءالله من نوار کردنیم در باره سال حاجی دلوار من نوار کردم در باره حاجی دوستمراد دلوار میکنم در باره خب برادر تیجی برادری قند و میکنم نوار میکنم در باره خب دکتر ایکو نمشه نمیدونم دکتر ایکو دکتر بلوگر ویم گپوس خانه خوب میگه در باره نوار میکنم خب در باره که بو من در باره رپورتال انشاءالله نوار کردنی هستم انا دادی خدا در باره چیلا چی در باره وای نوار کردن خب بابا فکر اندیشه خشگاه میکنم نه که با این آدری نوار ما بخشیده با حاجی دلوار کرده گیم انا حاجی دلوار زنده و سربلند باشی احترام کلان داری نسبت شما ما نسبت همه بلوگر ما احترام دارم با احسن با خیلی شرمردی وطن میگم که مثل حاجی دلوار هر کس شده نمیتونه خب وایم یعنی که یک چهره های و خودش یک جایزه
که با جایزه سپرده نمیشود. احسن به تو شیرمرد وطن. رولیکو خوب نشان راست. از شما انتظاریم. حاجی دلوار جانی قندی باباش زنده و سربلند باشید.